احساس خوشبختی میکنی؟ بله، تنم سلامت، چیزایی که هم دوست داشتم به دست آوردم. خوشحالم از اینکه مامان خوب و پایه دارم و دختر سرحال و قبراق و یارت برای انتخاب یه مرد خوب چیه؟ خب این که چیزیه که میخوام و از زبون خودم نشنوه بعدن اون کار رو واسم انجام بده. خودش خودکفا همه کارایی که یه آقای جنتلمن انجام میده انجام بده. چه کاری انجام میده یه آقای جنتلمن؟ حالا همه چی بحث مالی و اینا نیست، همین وفاداری و همین صداقت و اینکه مثل یه مرد واقعی رفتار کنه، مثل بچه نباشه بخوام چیزایی که میخوام و بهش یاد بدم. یعنی مادیات برات مهم نیست؟ نه. فقط کنارت باشه. کنارم باشه ولی خب مادیات هم هست، اوکیه، همه چی کنار هم قشنگه. همه چی کنار هم قشنگه دیگه. به نظرت همه آدما همه چی رو با هم دارن؟ نه ولی خب میتونن بسازن، میتونن درستش کنن. تو شرایط الان میشه ساخت؟ بله، اگه کسی رو بخواد 100% میتونن. یعنی یه نفر میتونه از صفر یه کاری رو شروع کنه و موفق بشه؟ خب نه از صفر، این که حالا دو نفر که میخوان برن توی رابطه، دو نفر بخوان توی رابطه باشن، اینکه خب من یه چیزی رو بخوام، طرفم هم یه چیزی رو بخواد، به جای که حالا لجبازی کنیم میتونیم اونا رو کنار هم دیگه بسازیم. چیزی نیستش که نشه، اینکه فقط مرگه که چاره نداره. با شخصی که یه بار ازدواج کرده و زندگی ناموفقی داشته ازدواج میکنی مجدد؟ بله. برات اهمیتی نداره؟ خب این که طرف یه چیزایی رو تجربه کرده و اینکه خب اون اشتباهات دیگه توی زندگی بعدیش انجام نمیده، خیلی ارزشمنده به نظر من. گذشته آدم‌ها اهمیتی نداره؟ نه، گذشته که تو گذشته است. آفرین. بله. توصیه‌ای، حرفی؟ عاقلانه تصمیم بگیرید، هیچ وقت احساسی نباشه. و همیشه یه تصمیم ناعاقلانه تو زندگی همه بوده. 100% اونها هم شده تجربه. دمتون گرم. زنده باشید. قربان. عاشق شدی؟ بله، نامزد کردم تازگی‌ها. چی شد که انتخابش کردی؟ خیلی خوبه. توی زمانی که من خیلی وایساده بودم سر جام میگفتم من خیلی قویم، اومد پشتم گفت نگران نباش من هستم، اگه چیزی شد هستم. البته که عشق حساب کتاب نمیشناسه، چه مالی چه حالا زمانی. خیلی. تو این شرایط پشیمون نیستی از اینکه میخوای ازدواج کنی؟ با این آدم نه، ولی هر آدم دیگه بود اصلاً قبول نمی‌کردم. ازدواج نکنید. بگردید علیرضا رو پیدا کنید، از علیرضا چند تا بزنید با اون ازدواج کنید. چقدر طول کشید قرآن رو حفظ؟ 4 سال حدوداً. 4 سال. بچه بودم. 10 تا 14 سالگی. بعد جایی بوده که یادت بره؟ الان یادم رفته. امروز از رو کتاب داشتم می‌خوندم. پس پیش میاد. اصلا دیگه خب بعدش نخوندم. از 16 سال. چی شد که از 16 سالگی دیگه نخوندم دیگه قرآنو. اصلا کلا دیگه نخوندم. حالا به نظر چند درصد حفظی؟ هیچی. واقعا هیچ، همدم به زور میخونم. عاشق شدی؟ بله. چند سالتونه؟ 24. ازدواج کردین؟ نامزد کردم تازگی‌ها. آره. مبارکه. چی شد که انتخابش کردین؟ خیلی خوبه. مهربونه. ماهه. یکیشون خیلی خوبه. یکیشون خیلی خوبه. نه واقعا خیلی ماهه. مهربونه، ماهه. نیستی. آفرین. بعد چه جوری پیداش کردی؟ چه جوری آشنا شدیم؟ بهمون تعریف می‌کنی؟ والا ما تو دانشگاه یه دوست صمیمی داشتم که با هم درس می‌خوندیم و حالا بعد طریقی بود. بعد این دوست اون بود. بعد با هم دیگه رفتیم کافه، کاغذ موز کشید که ماشین لش کرده. بعد دیگه ماشین رفته بود. خیلی بامزه بود دیگه، اوکی شدیم با هم. چون نقاشیش قشنگ بود باهاش اوکی شدیم. واقعا قشنگ نبود. همین باهاش اوکی شدم. خیلی خوب بود. چه حسی داشته به نظر خودت؟ خیلی حامیه، مهربونه. الان دیگه اکثر دخترها مستقل شدن، این همه دستشون جیب خودشونه. توی زمانی که من خیلی وایساده بودم سر جام میگفتم من خیلی قویم، اومد پشتم گفت نگران نباش من هستم، اگه چیزی شد هستم. البته که عشق حساب کتاب نمیشناسه، چه مالی چه حالا زمانی. خیلی حامی بود، قشنگ خیلی مهربون حامی. چی بهش میگی؟ دیست دلم. مذهبی خودت کاملا یا نه؟ اصلا مذهبی نیست. نه. چی شد که قرآن رو حفظ کردی؟ بابام دوست داشت.
به خاطر پدر رفتی برای بله. حافظه قرآن؟ آره بعد چند تا دونه مقامم آوردیم سر چیزو خوششون اومد. الان مشغول چه کاری هستی؟ الان علوم غذایی میخونم، ترم آخرمه، تموم شده تقریبا، ولی یه دونه نجاری هم با نامزدم دارم. نجاری زدیم، تازگی زدیم. دمتون گرم. با چقدر هزینه شروع کردین کارتون رو؟ والا دروغ نباشه عمو حمایتمون کرد، ابزار رو داد. همین. ابزار رو خیلی خوب، خیلیه. چقدر سرمایه میخواد یه نجاری اینجوری؟ 300 400 500 حتی. میگم ما ابزار رو داشتیم تقریبا با 10 میلیون استارت زدیم واقعا. چیا تولید میکنین توی نجاریتون؟ شلف بیشتر، شلف کمد، چیزای آسون. با MDF و چی با حالا نرمال و اینا، ولی میزای خیلی خفن با سخته، مقدار کارش سخته ولی خب خوبه میشه. تو این شرایط پشیمون نیستی از اینکه میخوای ازدواج کنی؟ والا با این آدم نه، ولی هر آدم دیگه بود اصلا قبول نمی‌کردم تحت هیچ شرایطی. پیشنهادت به همسن سالای خودت؟ ازدواج نکنید. چرا؟ ترسناکه. کجاش دقیقا میترسی؟ الان همه چی اوکیه که برای بگردید علیرضا رو پیدا کنید، از علیرضا چند تا بزنید با اون ازدواج کنید. کپی کنن. دمت گرم. سوالی هست که دوست داری بپرسم ازت جواب بدی؟ نه اوکی. حرفی بوده که دلتو تا شکسته و اون جمله همش تو ذهنت تکرار بشه؟ آره من میشه نباشه. غرورت له شده؟ خیلی. چی شده؟ چه حرفی شنیدی؟ والا من از سن کم کار کردم، یعنی سن خیلی کم، و خب سابکارم انواع اقسام دارم. من سابکار خوب داشتم، سابکار بدم داشتم، ولی بیشتر سر کار دیگه. هر میخوای پول در بیاری یکی از لهت کنه، ولی خب عادیه، اوکیه. چه توصیه‌ای برای سابکارا داری الان که خود سابکار میشی دیگه؟ یکم مهربون باشید، بالاخره همه پولدار به دنیا نمیان، همه زور میزنن، همه از همون اول مام باباشون بهشون نمیدن. مهربون تر باشید، سعی کنید مهربون تر باشید. دمتون گرم. خسته نباشید. مرسی که وقت گذاشتین. یه خانومی نیومد وایسته اینجا مصاحبه بگیره، شما وایسادید. دمت گرم. خسته نباشید. خدا نگهدار. خب معرفی میکنی لطفا؟ بله من هیرا، 20 سالمه، ساکن کرجم. معنی هیرا یعنی چی؟ معنی وسیع و بزرگ میده. وسیع و بزرگ. بله. اسم شناسنامه‌ایت یا خودت بعداً عوض کردی؟ نه خودم بعداً عوض کردم. شغلم فعلا توی هلال احمر کار میکنم. هلال احمر؟ بله. چی شد که هلال احمر رو انتخاب کردی؟ کار دیگه اجتماعیه، بالاخره راحت‌تر به خاطر بچه‌های مثل ماها ذاتاً راحت‌تر میتونن کار کنن توی همچین جامعه‌ای. بعد درآمدت راضی هستی؟ بد نیست، میگذرونه. خوبه. هدفت چیه؟ هدفم بتونم حداقل یک زندگی آروم داشته باشم. آره به اون چیزایی که دلم میخواد برسم، بتونم یه کمک‌هایم به خانواده‌ام بکنم. از چه نظر کمک کنی؟ از همه لحاظ، مالی، احساسی، از هر چیزی که حس میکنم واقعا کم بود هست. فرزند چندم خانواده‌ای؟ من فرزند آخر خانواده‌ام. چند تا بچه این؟ ما 3 تاییم. 3 تا؟ آره. از شما بزرگتر هم هست؟ آره 2 تاشون بزرگتر، متأهلم هستن. بسیار عالی. ولی با این حالی که کوچیک‌تر از بقیه ای احساس مسئولیت بیشتری هم داری. آره ذاتاً من همینم هستم، خانواده‌ام بهم میگن من به خاطر این چیزا کلا خیلی احساس مسئولیت دارم. کدوم آرزو رو برای همیشه خط زدی گذاشتیش کنار؟ آرزو خط زده باشم کنار خیلی چیزا، شاید نمیشه یه چیزی رو بگم، ولی خب اگر قابل گفتنه تو دوربین ما بگو. نه فکر نمی‌کنم. چه آرزویی داشتی؟ بگو اگر من دوست داشت میخوای، اگر دوست نداری برات بعدم بگو بزن. خب بالاخره دوست داشتم یه دونه دختر کامل باشم از همون اول تا اینقدر نظر جامعه رو به خودم جلب نکنم. ولی خب این دست خودت نیست. آره دست خودم نیست، نه دیگه واقعا دست خودم نیست دیگه. الان فکر کنم اکثر جامعه راجع به بچهای مثل ماها رو میدونم، ولی خب بازم نگاه ها هست، مخصوصا شهرهای پایین شهر رو چه میدونم جور چیزا. آرزو چیه که تو دلت هست همیشه بهش فکر میکنی؟ گفتم که واقعا یه دونه به جایی برسم که بتونم هم کمک هم نوعای خودم کنم، هم کمک خانواده خودم، هم حداقل بتونم به اون جایی رسیدم که دیگه نیازی به کسی ندارم. عاشق شدی؟ آره. آره؟ چند وقته؟ الان نزدیک 1 سال میشه. 1 سال؟ آره.
توی رابطه‌ام دیگه همین دیگه، شاید بنده خدا نخواد بقیه‌شو بدونه. نجات گذاشت خودم انتخاب کنم همه چیزو، همه جوره منو حمایت میکنه دیگه. تا حالا شده از کسی برنجی؟ خیلی زیاد. چه حرفیو شنیدی که غرورت له شده؟ من واقعا زیاد ناراحتم نمیکنه دیگه، دوستم میدم مثلا برام دیگه هیچ مهم نیست. ولی خب مثلا دوره که مدرسه بودم، خب بچه تر بودم، خیلی کوچیک‌تر بودم، مثلا به یه دید دیگه نگامون میکردن، چه میدونم، حالا درست نیست من اینجوری بگم ولی خب میگم که اکثر مردا همین رو میگن، وای دو جنس هست، وای فلانه، این با ما فرق داره، اینا خیلی اذیت میشیم هممون که دوستام میدونن. بچگیاتو ببینی چی بهش میگی؟ همونه، بهش میگم یه کوچولو مراقب خودت بیشتر باش، نذار آدمو اذیتت کنن، یه کوچولو پرروتر باش، بزن تو دهن بقیه. واقعا خیلی لازمه. نه من اصلا پررو نیستم. اصلا. متولد چه ماهی؟ من اردیبهشتیم. اردیبهشتی. 31 اردیبهشت. چی تو دلته که دوست داشتی همیشه یه جا بیانش کنی؟ یه کوچولو، برای یه کوچولو هم که شده، میدونم قابل درک برای خیلیا نیست، ولی یه کوچولو درک کنید، حداقل بذارید که ماها همین 4 تا قدمی که توی خیابون برمیداریم بدون استرس برداریم، با ترس نیم توی خیابون. چه حرفیو بیشتر از همیشه بهش نیاز داری که بشنوی؟ این که بگن دیگه با خیال راحت میتونی راه بری تو خیابونا، دیگه به یه جایی رسیدی که همه چیزت مشخص شده، دیگه از این بلا تکلیفی واقعا تموم شه، در بیایم هممون، واقعا چه دختر چه پسر چه بچه‌ای مثل ماها. چه جمله دوست داری به دوربین بگی؟ امیدوارم تمام آدمای زمین به جایی برسن که خیالشون راحت بشه از همه لحاظ، مخصوصا زندگیاشون. دیگه الان همه اولویتشون زندگی پرپول، پردرآمد، همچین چیزاییه. ولی خب یه کوچولو هم به همدیگه عشق بدید، الان خیلی کم شده واقعا. همدیگه دوست داشته باشید. امیدوارم که به خواستهای دلت برسی، موفق باشی، حالا دلت همیشه خوب باشه. مرسی که وقت گذاشتی. جسارتاً چند سالتونه؟ 50. ماشاءالله بهت. چند سال ازدواج کردین؟ 25 ساله. 25 سال. زندگی متأهلی با همسر چطور میگذره؟ نرمال. نه خوب نه بد. نه بد. دعوا داری؟ مالیه بیشتر. مالی؟ آره بهتون پول نمیده؟ چرا میده؟ نمیرسه به خرج. خب تقصیر همسر نیست، به خاطر شرایط جامعه است دیگه. گرونی شده. دخل و خرج به هم نمیخوره. آره دیگه. گوشتی که بشه 900 تومان، موقع که بشه 200 تومان. به نظر تو میشه زندگی کرد؟ چند تا فرزند دارین؟ 2 تا دختر. یه 25 ساله، یه 24 ساله. 24 ساله. بعد هزینه‌های خونه به چه صورت کم میارین یعنی؟ خیلی کم میارم، یعنی من 20 حقوق میگیرم، 23 دیگه ندارم. خودتونم حقوق بگیرین؟ نه همسرم. همسرتون؟ بله. به نظرتون سقف حقوق تو ایران چقدر باید باشه که زندگی بچرخه؟ حداقل اگه با این مشکلات فرض کنیم یه خانواده 3 نفره حداقل باید 50-60 تومن حقوقش باشه. حداقل 60 تومن. بله. ماهیانه چقدر درآمد آج آقاست؟ یعنی با اضافه کار سنگ بچره که 25 تومن. 25 تومن. بله. در ماه چقدر خرج خودتون میکنید؟ به خدا همه رو میدیم که قرض و قسط و وام و رهن خونه باید جمع کنیم. سال دیگه 100 میلیون 200 میلیون صاحبخونه هر چقدر دلش بخواد میذاره. مستاجر هستین؟ بله. و نتونستین تا حالا ملکی تهیه کنید؟ نه نتونستیم. کجا بتونم؟ من 1 میلیارد اگه 100 تومن جمع کنم حقوقم چقدره؟ مگه من بتونم سالی فقط 100 میلیون بخوام رهن خونه اضافه کنم؟ باید هر سال با وام درستش کردم. آخرین بار کی رفتین یه رستوران با خانواده یه شامی بخورین بیرون؟ والا یادم نمیاد. با دخترم رفتم ولی با همسرم توان مالی نداشتم که برم. دروغم نمیخوام بگم، ریام نمیخوام بگم. چیزی تو دلتون مونده که نخریدین ولی دوست داشتین داشته باشینش به خاطر شرایط مالی نتونستین تهیه کنین؟ خیلی از آرزوام مدیر پام گذاشتم. واقعا؟ واقعا. یعنی حسرت زیاد داری؟ خیلی، یعنی مثل یه باغ تو گلومو گرفته. الهی بگردم برات. یعنی به اینامون به ظاهرمون نگاه نکنیم، باید باطنا رو نگاه کنیم. الان مهمترین دغدغه‌تون این روزا چیه؟ اینه که سال دیگه رهن خونه‌مو چطور جور کنم.
آیا به بچه ها میرسم؟ آیا میتونم خوشبختشون کنم؟ چطوری به زندگیم برسم؟ چطوری ماه دیگه آیا مشکلات مالی من چند برابر میشه؟ اینو دغدغه من نیست، مال کل کشور، مال کل ملته. فقط پولدارا این مشکلات رو ندارن که ماها هم درک نمی‌کنن. اونایی که چند تا ملک دارن خونه هاشون رو میدن اجاره، ما مستاجرا رو درک نداریم. متاسفانه سالی 150 میلیون هم رو رهن خونه شون میدن، سال 200 بله تورم هم که بالاست و متاسفانه امسال که دیگه دلاری که بشه 111 تومن رهن خونه من نشه. من الان 1 میلیارد دادم یه خونه با امکانات، سال دیگه همینو بهم شاید با 1,500 هم ندارم. من مجبورم یه جا دیگه برم جای دیگه. بله درکتون میکنم. هر سال دارم جابجا میشم برای اینکه نمیتونم رهنمو اونی که انقدر میخواد، من هر سال مجبورم جابجا بشم. آخرین بار کی گریه کردین؟ هر روز دارم گریه میکنم. الهی چرا؟ خب دیگه سر همین شرایط. سر همین شرایط جوون نه جوونی کردیم، نه دختری کردیم، نه پیری هم داریم میکنیم. شما خودتون تو این جامعه داریم میبینید. بگردم همه ظاهرها رو نگاه نکن، برو از باطنای همه خبر. مگر اینه که اونی که داره نداره. منی که یه کارمندم 25 تومن حقوقم به نظر تو چطور دارم؟ به ظاهر نگاه میکنیم میگین ماشاءالله داره، نمیدونین وسیلی خودمون رو سرخ کردیم. علم بهتر از چه ثروت؟ پول رو به من بده، از سوادم برام بالاتر. یه بی سواد پولدار رو با سواد بی پول در نظر بگیر. احتراممون بیشتره یا اونی که سواد داره؟ مطمئناً بالای مجلس مال اونه، پایین مجلس مال بی سواده. با سواد است. آره دیگه. چند سالتونه؟ 21. شما؟ 18 سال. ماشاءالله بهتون. برای چی اومدین تهران گفتین؟ برای کار. برای کار. بلوچستان کار نبود؟ نه کار نیست پیش ما. اونجا چی کار میکردین؟ عمده کارتون کارگری. چی بود؟ کارگری میکردین اونجا؟ بله. از چند سالگی کار میکنی؟ از 14. 14 سالگی داری کار میکنی؟ بله عزیز. دمت گرم. شما چند سالگی؟ منم از 14 13 سال. 13 سالگی. چه شغلایی کار کردی بیشتر؟ کارگری، مرز، دیگه هر کاری، کارواش. کارواش هم کار کردی. بعد فرزند چندمی؟ فرزند اول پسر. فرزند اول پسر. به جز شما بچه دیگه هم هست؟ چند تا؟ 2 تا. 2 تا دیگه. 2 تا برادر بود. شما؟ من 3 تا خواهر دارم. بزرگترین هم خودم هستم. بزرگ شما؟ آره بله. دمتون گرم. پدر شغلش چیه؟ میوه فروش. میوه فروش اونجا. پس یه جورایی شما اومدی که حامی خانواده باشی. آره. ترجیح میفرستی براشون. آره بله. اگر تو پیج ما کاری براتون باشه میرین؟ بله کسی معرفی کنه براتون؟ بله عزیز، به روی چشم. چشمتون روشن. ما این پستو میذاریم شاید یه کاری هم براتون پیدا بشه. از بلوچستان برامون بگین چجوریه شرایط زندگی؟ مردمشون اونجا فوق‌العاده‌ن، یعنی مهمون نوازن. دمتون اگه گرم. یکی از شهرستان بیاد اونجا میبرنش خونهشون یه جا، اینجا سرپناهش میدن دیگه. اونجا مردم مهربونی دارن. دمتون گرم. بعد جاهای دیدنیش کجاست بلوچستان؟ جاهای دیدنی کوه، دریای دیگه، مسجد مکیه دیگه، زیادن. دلتنگ شهرتون شدی یا نه؟ آره دیگه. دلتنگ شدی؟ بله. چند وقت اینجایی؟ یه 20 روزی میشه. کار پیدا کردی؟ آره سر کارم اینجا. کجا مشغولی؟ کارگری. کارگریه؟ با برکار سر کاری. برقکاریه؟ دمتون گرم. چقدر در ماه میگیرین از برقکار برای کارگری؟ 25 تومن. ماهی 25 تومن. صبح میرید تا مغرب. عصر. تا عصر. به زبون بلوچی اگر ما بخوایم یه جمله به هموطناتون بگین چی میگین؟ ارزش داری براسم. یعنی چی؟ یعنی خیلی دوستتون دارم، ارزش داری. دمتون گرم. شما هم یه جمله به زبون خوشگل بلوچی به ما میگین؟ زنده باد منی پاک وطن بلوچستان. دمتون گرم. خیلی باحالین. امیدوارم که بهترین اتفاقا براتون بیفته. امیدوارم که خودتون برای خودتون یه کار بزنید، سر کارتون باشید و همیشه سلامت باشید. ان شاءالله همچنین. آره. دمتون گرم که افتخار دادین و اگر اوکی باشین یه لایک به ما بدین و بذارین تو پیجمون.